فصل توان رو شروع میکنیم. توان جذر پایه هشتم فصل 7 هست بچه. به شرط اینکه پارسال به طور اساسی باهاتون کار کرده باشم و خودتون هم دل داده باشید به کار. واقعا بخش توانش هیچی نداره غیر از یک موضوع جدید، اونم توان منفیه که میخوایم بگیم. خب ولی اگر که فرض کنیم بچه ها حالا در پارسال خیلی قدرتمند نبودن یا یادشون رفته، به هر حال ما امسال یادآوری های لازم رو هم خواهیم داشت دیگه. هر چیزی که لازمه رو میگیم دوباره از ابتدا. خب بریم تدریس کنیم. این چراغ بالای پرده رو خاموش کن. مرسی. خوبه. تعریف توانه که دیگه همه میدونن چیه دیگه. مثلا اگر ما داشته باشیم 2 به توان 3، این به معنی اینه که عدد 2 رو 3 بار بنویسیم و تو هم ضرب کنیم. حالا حاصلش چند میشه که میشه 8، نیاز به حاصلش نداریم. تعریف توان. پس اگر مثلا داشته باشم 7 به توان n، حاصلش میشه چی؟ 7 رو باید n بار ضرب کنیم تو هم. n تا یا n بار فرق نمیکنه. اینو خاطرمون هستش. خب یه سری قواعد داشت، مثلا اینکه یه عدد داشته باشیم، عدد هر چی میخواد باشه باشه، به توان 1 برسه چی میشه خودش دیگه. پس در واقع توان نوشته نشده هم توان 1. یادآوری بسیار ساده. یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم. یه عبارت مینویسم، شما بگید درسته، غلط، ناقصه، چیه. عدد به توان 0 میشه 1. نه، بعضیا قبول دارن بعضیا قبول ندارن نیست، همه قبول دارن. شما اگه قبول نداری نمیدونم. اثباتشو کار ندارم. این عبارت پس بگی درسته. چی تعریفیه؟ نه تعریفی نیست، میتونیم نشونش بدیم. آقا این ناقصه. ناقصه. نه. آها. توی فصل 5 نه فصل 4 با هم دیگه اینو دیدیم. فصل 4 عبارت جبری چی میگفتش؟ میگفت که a به توان 0 مساوی با 1 به شرطی که a خودش 0 نباشه. آقا 0 به توان 0 تعریف نشده است. 0 به توان 0 تعریف نشده است. اینو همینطوری که گفتیم به خاطر بسپارید. اگه بخوایم توضیح فارسی بدیم میگیم هر عدد به توان 0 میشه 1، البته غیر از 3. اینجوری باید بگیمش. خب تا اینجا رو یادداشت کنید. خب برای ادامهش آقایون ببینید، جمع و تفریقه. جمع و تفریق عبارت‌های تواندار یا عددهای تواندار قاعده خاصی ندارد. اما ضرب و تقسیمشون قاعده منده دیگه. یه سری روش ها و قاعده ها داشت، پایه ها برابر، توان ها برابر، که اونها رو میگیم. اما یه مثال بزنم. مثلا اگر داشته باشیم 2 به توان 7 به علاوه 2 به توان 7، اگه حاصل اینو صبر کنید، سری نگید بذارید بچه‌ها فکر کنن. اگر حاصل اینو بخواید به صورت یک عدد با یه توان بگید چی میگید؟ فکر کنید. 2 به توان 8. بله. خب حالا این چی؟ مثلا 3 به توان 5 به علاوه 3 به توان 5، اینو میشه کاریش کرد به صورت یه عدد با یه توان گفت؟ نمیشه. نمیشه. این باید یه دونه 3 به توان 5 دیگه داشته باشه. آها چجوری میشه؟ بالاییه میشه 2 به توان 7. پایه های یکسانه، یکی از پایه ها رو می‌نویسیم، توان ها رو جمع میکنیم میشه 2 به توان 8. این میشه 3 به توان 5. باز پایه های یکسانه، یکی از پایه ها رو می‌نویسیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم میشه 3 به توان 6 و به دست میاد. توان ها و پایه ها با هم یکیشون تا یکیش با اون جمع میشه.
مثلا تو بالایش هم همونطور به توان 8 مثلا یکیش میمونه 2 7 بعدش مثلا 2 ببین چند تا داشتیم تو بالایی از یه چیز تکراری؟ دو تا. پایت چند بود؟ پایت هم دو بود. به این باید دقت کنیم. پایه دوه، منم دو تا داشتم. تو پایینیه چند تا داشتم؟ سه تا. پایم چند بود؟ سه. تعداد با پایه اگه یکسان باشه میشه این کارو کرد. حالا جلوتر تو تمرینا میبینیم ها. بله. بله دقیقا. چهار تا 4 به توان 5 با هم جمع شد میشن 4 به توان 6. بنویسید. خب اما مثلا اگر که گفته باشه، میخوام اینجا بنویسم گوش کنید، مثلا اگر که گفته باشه خیلی فرضی همین 3 به توان 5، اگر 3 به توان 5 رو دو بار داشته باشیم، 3 به توان 5 به علاوه 3 به توان 5، حاصل این چی میشه؟ 2 ضرب در 3 به توان 5. اینو دیگه نمیشه کاریش کرد. اینو اگه میخوای کار دیگه اجرا کنی روش باید 3 به توان 5 رو حساب کنی. 3 به توان 5 رو کی حفظه؟ 3 به توان 5 243. 240 جزو عددهایی که کم کم باید حفظ کنید. اون طرف کلاس حواسه اینجا باشه. ماشو. اما توی اسلاید بعدی اینجا یه سری نکات هستش. نکات هم خیلی مهمه، خیلی باهاشون کار داریم امسال، خیلی زیاد. ببینید وجود پرانتز یا نبود پرانتز موقعی که توان زوجه خیلی حساس میشه. توان زوج. خب اینجا رو نگاه کنید، دارم این نکته رو میگم. مثلا -2 تو پرانتز وقتی است به توان 3 میرسه، با حالتی که پرانتز نداره فرق نمیکنه، حاصلش هم میشه -8. خب اما همین اگر که تو پرانتز باشه و توان زوج بگیره، دیگه منفیش از بین میره. در واقع توان زوج میاد عبارت منفی رو مثبت میکنه. بچه ها بارها و بارها هم امسال هم سال بعد تو سوالای پیشرفته توی مجموعه تمارین علامه طباطبایی شما این راه رو دارید که باید عددی این شکلی رو ببینید و حواستون باشه این با این 2 به توان 4 عادی فرقی نمیکنه. بارها و بارها این اتفاق میفته. حالا دلیلش چرا اینجوریه رو اینجا گفتیم، اینجا اشاره کردیم. ببینید -2 به توان 3، توان 3 رو تعریف کنیم یعنی -2 رو 3 بار بنویس تو هم ضرب کن. خب ما میدونیم اگر که علامت منفی 3 بار یا کلا به تعداد فرد تو خودش ضرب شه حاصل میشه منفی بازم. پس شده -8 که اینجا داریم میبینیمش. و همینطور در پایینی اگر که توان 4 رو تعریف کنیم یعنی از اون -2 4 تا داریم اینجوری تو هم ضرب میشه. ضرب 4 تا اینا حاصلش میشه مثبت 16. خب من تا اینجا رو یه دقیقه سیو کنم. خب نه هنوز ننویسید، فعلا گوش کنید، فرصت نوشتن بهتون میدم. خب -2 به توان 3، ببین پرانتز نیست این بار. -2 به توان 3 با -2 به توان 4 جفتش منفی میشه. چرا این اتفاق میفته؟ آقا اولویت محاسبات رو خوندیم. اولویت محاسبات میگفت چیه؟ اول پرانتز و کروش است، بعد چیه؟ توان و جذره. آفرین. بعدش چیه؟ خب، بعدش هم جمع و تفریقه. فعلا تا همون ضرب و تقسیمش رو کار داریم. ببین آقا وقتی میزنه -2 به این صورت تو پرانتز نیست به توان 3، حواسم باید به یه موضوعی باشه. علامت منفی داره توی عدد ضرب میشه و بعد توانم اثر میکنه. مگه خود شما الان نگفتید اول توان بعد ضربه؟ پس اول عددت باید به توان برسه، میشه 2 به توان 3 8، بعد اون منفی ضرب میشه -8. یا تو پایینیه -2 به توان 4، خب اولش توان اثر میکنه میشه 2 به توان 4، 2 به توان 4 میشه 16، بعدش منفی ضرب میشه -16. پس یه نگاه بندازید به این دوتا، این دوتا رو مقایسه کنید. یه جا پرانتز بود، یه جا پرانتز نبود. آقایون ازش سوال پر اشتباه خیلی در میاد. تستی که شما میرید و به پاسخ اشتباه میرسید خیلی زیاد، خیلی شایع این موضوع. دقت کنید بود و نبود پرانتز فرق میکنه. و یه مورد دیگه هم این که عدد -1 یک موجود جالبیه در برابر توانهای زوج و فرد اینجوری عمل میکنه. -1 به توان فرد برسه میشه -1، -1 به توان زوج برسه میشه -1. آخرین قسمتی هم که اینجا داریم مجذور همون مربع. متن کتاب درسی سال گذشته است. مجذور همون مربع، با جذر اشتباهش نگیرید.
که منظور توان 2 و مکعب هم توان 3 هست. یه مثال، آقا مربع منفی 4 میشه مثبت 16. چرا؟ چون مربع منفی 4 یعنی منفی 4 رو بردار تو خودش ضرب کن. 4 رو تو خودش ضرب نمی‌کنی یا منفی 4 رو تو خودش، یعنی منفی 4 ضرب در منفی 4 میشه مثبت 16 که نوشتیم. لطفاً بنویسید. میگم خب این بچهای عزیز ما 2 تا حرف زدن که به درد این اسلایدا میخوره. البته 3 تا موضوع میخوام اضافه کنم، 3 تاش هم از حرفای خود شماها یادآوری شد بهم، ولی 2 تاشو مستقیم بچه‌ها گفتن. ببینیم چی گفتن. یکی این که آقایون عدد اعشاری، بذارید فکر کنم صفحه قبلی جا داشتیم. آره اینجا فکر کنم بد نیست. عدد اعشاری رو اگر میخوای به توان برسونی بهتر پرانتز بذاری که تو هم نشه. یعنی مثلا میخوایم 3/10 رو به توان 2 برسونیم یا به توان 3 برسونیم، مثلا به توان 3 چجوری به دست بیاریم؟ تو پرانتز بذارید. در مورد حاصلش هم یه نکته بگم، بعدها با نکته بیشتر کار میکنیم، بیشتر آشنا میشیم. میای 3 رو بدون ممیز در نظر میگیری، به توان 3 میرسونی، میشه چند؟ مرسی 27. بعد میگی عدد اولی هم چند رقم اعشار داشته، تعداد ارقام اعشارش رو توی توان ضرب میکنیم. یه رقم اعشار داشت، ضرب میشه تو 3 میشه 3، پس اینم 3 رقم اعشار میخواد، پس میشه این. این یه موضوع دیگه این که آقا عدد اگر که کسری باشه، توان به کلش میخوای بدی، کلش رو باید بذاری توی پرانتز. یعنی الان این برابر است با 2 به توان 2 بر روی 7 به توان 2. پس حواستون باشه اگر توان برای کلشه، یه وقت برای صورت خالی نذاری، بدون پرانتز نذاری. این از این. یه چیز دیگه هم که باز بچه ها اعلام کردن و خوبه اینه که دوستان مثلا 0 به توان x برابر با 0 به چه شرطی؟ آفرین، x هم 0 نباشه. چون تمام اینها، این استثناء رو ننویسیم. آها، اینو نمیخواستم بگم ولی خب الان آقای گلومزاده اشاره کردش، خیلی خوبه دیگه، خیلی حرفه‌ایش کردی دیگه. شرطش اینه که x باید بزرگتر از 0 باشه بچه‌ها، عدد منفی نباشه، خود 0 هم نباشه. شرط اینه. میخواستم نگم ولی دیگه گفتیم، چون توان منفی رو هنوز نخونیم، بعدها میبینیم. چیز دیگه ای که بچه‌ها اشاره کردن، آقا مربع منفی 4 میشه 16، مربع 4 هم میشه 16 دیگه، درسته؟ مربع 4 هم برابر میشه با 16. ما از این میخوایم یک نکته ای بیاریم بیرون، نکته جبری معادلاتی. البته تمام چیزایی که تا اینجا گفتیم واقعا مثلا هفتم بوده ها، چیز جدیدی تا این لحظه نگفتیم، ولی یکی از اشتباهات رایج، یکی از نقاط کور متاسفانه امتحانات. عزیزان من، اگر یه جایی رسیدیم به این که گفتش x به توان 2 مثلا شده 25، ما میتونیم نتیجه گیری کنیم که x چنده؟ آها، مثبت و منفی 5 دیگه. دقیقا به خاطر همین چیزیه که اینجا نوشتیم. مواظب این موضوع باشید ها. وقتی یه چیزی به توان 2 برابر 25 شده، خود اون چیز مثبت و منفی 5 بوده. میتونستید اینا باشه. پس 2 تا جواب دادیم براش. حالا یکی دیگه بگم، اینو قبلا تو فصل معادله یادتون باشه یه اشاره کرده بودم، اینجا دوباره بگیم. اینجا میخوام بنویسم. حالا مثلا با رنگ دیگه، مثلا A2 شده 7. A چی میشه؟ بلدید یکم فکر کنید. بگید. آها، نه این خوب نبود. مثبت و منفی رادیکال 7. مثبت منفی. چرا اون حرف مسئله داشت؟ به خاطر اینکه اگر منفی رو ببری زیر رادیکال، بگی رادیکال مثبت و منفی 7، منفی 7 رادیکال نداره که، تعریف نشده است. به این دلیل خوب بود. اینم یه یادآوری دیگه. خب یه اسلاید دیگه بریم جلو. اینجا آقا میخوام یه ترجمه ای بگم، یه خورده اغراق‌آمیزه ها، ولی خب واقعیت هم هست.
ببینید منفی 2 به توان 4 با منفی 2 به توان 4 که تو پرانتز گذاشتیم چه فرقی میکنه؟ این نگاه بکنید. نوشتیم اینجا دو نقطهشو نذاشتیم واسش. اینجا قلمو بردارم. مثبت میشه، اینا میدونم مثبت میشه، یکیش منفی میشه. اما چی نوشتم؟ این نوشته قرینه 2 به توان 4. میشه قرینه 2 به توان 4، یعنی اول 2 به توان 4 برسون بعد قرینش. این یکی میشه قرینه 2 به توان 4. جای ویرگوله رو نگاه کنید فرق میکنه. رابطه مثلا چرا ممکن نیست؟ ممکنه. بخش بعدی ضرب اعداد تواندار. آقا ضرب اعداد تواندار دو تا قاعده کلی داشته. یا پایه ها برابر بود، بله کاملا یادآوریه، یا توان ها برابر بود. اگر پایه ها برابر باشه یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو جمع می کنیم. اگر توان ها برابر باشه یکی از توان ها رو می نویسیم، پایه ها رو ضرب می کنیم آقایون. پس چی شد؟ یا توان برابر یا پایه برابر، هر چیزی برابر بود از اون یه بار می نویسیم. یادداشت کنید. خوبه خوبه، جدی باشیم. بریم اسلاید بعدی. اینو بذارید اینجاشو پاک کنیم بعد بهش بخوایم فکر کنیم. ببینید بچه‌ها، شما یادتون هست تو ضرب اعداد تواندار با پایه برابر میشد یکی از پایه ها رو نوشت، توان رو جمع کرد. خب حالا گوش کنید. 2 به توان 11 که اینجا گفتیم و ما میتونیم چند جور بنویسیمش؟ میتونیم بنویسیم 2 ضرب در 2 به توان 10. توانی که نوشته نمیشه چنده؟ یک دیگه. بعد یا بنویسیمش 2 به توان 2 ضرب در 2 به توان 9، یا بنویسیم 2 به توان 3 ضرب در 2 به توان 8، همینطور الی آخر دیگه، حالتهای مختلف. خب، به شرطی که بخوایم از اعدادهای طبیعی استفاده کنیم تعداد محدوده. اما یه وقت اگه بخوایم از عددهای صحیح یا اعشاری استفاده کنیم که دیگه اصلا نامحدود میشه. منتها شما توان اعشاری هنوز نخوندید، ان شاءالله سال نهم توان اعشاری. سوال داشتی؟ جمع توانا بشه 11 دیگه. آره. خب ما اینجا یه سوال خلاقیتی جالب داریم. میگه عددهای زیر را به صورت ضرب دو عدد تواندار بنویسید که یکی از آنها ثلث دیگری باشد. خب یه کمی به این موضوع دقت کنید، میخوام صحبت کنم شکل بگیره روندی که میخوایم بهش فکر کنیم. بچه‌ها 27 و 9 قبول دارید 9 ثلث 27؟ آره. وقتی که اینا رو بازشون کنیم 9 هست 3 ضرب در 3، 27 هست 3 ضرب در 3 ضرب در 3. یعنی تفاوتشون تو چیه؟ تو یه دونه 3 هست، درسته؟ 27 یه 3 بیشتر داره، یه دونه 3 بیشتر داره. خب پس شرط این که دو تا عدد این شکلی ثلث هم دیگه باشن همینه، یه دونه 3 یکیشون بیشتر داشته باشه. الان 3 به توان 13 رو نگاه کنید. ما 3 به توان 13 میتونیم بنویسیم 3 به توان 6 ضرب در 3 به توان 7. بذارید بنویسم. الان مشغول نوشتن نباشید. 3 به توان 6 ضرب در 3 به توان 7. توانا رو جمع میکنیم دیگه، پایه های یکسان توانا جمع میشن. 6 و 7 جمع میشه 13. خب اما چون که اون 3 به توان 7 یه دونه 3 بیشتر داره، پس چه اتفاقی میفته؟ اینه که ثلث اون کوچیک‌تر 3 به توان 6 ثلث 3 به توان 7. اختلافشون یه دونه توان هست، یه دونه 3 هست، پس یکی ثلث دیگریه. درست؟ به بیان دیگه اگر ما بتونیم اینو یه جوری بنویسیم تواناشون دو عدد متوالی باشن، همینجا 6 و 7 رو داریم دیگه، دو عدد متوالی باشن این اتفاق میفته، یکی ثلث دیگری میشه. حالا مثلا اگر در رابطه با خمس صحبت کرده باشه باید از توانای 5 استفاده کنیم دیگه. مثلا 5 به توان 7 رو میتونیم به صورت دو تا عدد بنویسیم که یکی خمس دیگری باشه. چجوری؟ بنویسیمش 5 به توان 3 ضرب در 5 به توان 4. ولی این فقط زمانی شدنیه که توانهامون فرد باشه، توان عبارت اولیه‌مون فرد باشه. توان اگه زوج باشه نمیشه. الان نگاه کنید توی این یکی مثالی که داریم، اینو نمیخوام پاک کنم. توی 3 به توان 14 شما نمیتونی 3 به توان 14 رو به صورت ضرب دو تا عدد بنویسی که یکی
یکی ثلث دیگری باشه. نمیشه. خب چرا؟ چون مثلا نگاه کن 3 به توان 14 رو میتونم بنویسم 3 به توان 7 ضرب در 3 به توان 7. قرار اختلاف سه هاشون چند تا باشه؟ یه دونه سه اختلاف داشته باشن. اگر من اینو دستکاری کنم از این هفته یه دونه کم کنم، این میشه 3 به توان 6. بعد برای اینکه همچنان جمع توان هاشون بشه 14، اینو باید بکنم 3 به توان 8. اختلاف سه هاشون چند تا شد؟ 2 تا سه اختلاف پیدا کردم. پس اینجا دیگه این اتفاق نمیفته. به همین دلیل بود که ما اینجا نوشته بودیم نمیشود. خب اینو تا اینجا بنویسید. یعنی یکی نصف اون یکی باشه، باید پایه 2 باشه دیگه، مثلا 2 به توان 9. خب یه دونه اسلاید به شدت مهمه اینجا، یکی از مباحثی هست که بچه ها خیلی اشتباه میکنن. آقا ما ضرب اعداد تواندار داریم، توان در توان داریم، توان به توان داریم. تکرار میکنم اینو، متاسفانه بچه ها خیلی به جای هم اشتباه میگیرن. اینو من دوست دارم پاک کنم یه بار دیگه بنویسم. ببینید پس چی شد؟ شد ضرب اعداد تواندار. تو ضرب اعداد تواندار خب همین چند دقیقه پیش با هم دیگه آشنا شدیم تو این قسمت. البته یادآوری از سال گذشته بودیم. مثلا 2 به توان 2 ضرب در 2 به توان 3. یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها جمع میشن، میشه 2 به توان 5 که حاصل برابر میشه با 32. توان در توان 2 به توان 2 که تو پرانتزه و بعدش کل پرانتز توان 3 داره. ببینید توان رو تعریف میکنیم، این توان 3 رو تعریف میکنیم. توان 3 یعنی چی؟ یعنی از این پرانتز 3 بار بنویسیم. از این پرانتز 3 بار می نویسیم. یکی از پایه ها باید نوشته بشه توان ها جمع شن، یعنی 3 تا 2 با هم جمع شن. پس میشه 3 ضرب در 2 دیگه. اینو میگیم توان در توان که میشه 2 به توان 6، حاصلش هم میشه 64. ببینید با بالایی فرق میکنه. و در نهایت توان به توان 2 به توان 2 که خودش داره به توان 3 میشه. آقایون تو اینجور مواقع هم از بالا به پایین میایم. یعنی چی؟ یعنی از توان بالاتر میایم به پایین. اولویت پایینه. منظورم از توان بالاتر توان بیشتر نیستا. منظورم اینه که اینجا این بالا اول 2 به توان 3 رو حساب میکنیم میشه 8. بعدش چی؟ بعدش میریم سراغ به دست آوردن 2 به توان 8 که حاصل میشه 256. این هم یادداشت کنید سریع. بعد از این قسمت باید تقسیم اعداد تواندار رو بگیم. خب تقسیم اعداد تواندار مثل همون ضربش دو حالت داره. حالت اول اینه که پایه ها برابر باشه. حالت دوم اینه که توان ها برابر باشه. خب مثال ببینید، به فرض داشته باشیم A به توان M تقسیم بر A به توان N. چیکار میکردیم بچه؟ آفرین، بله. یکی از پایه ها رو می نویسیم، توانا از هم کم میشن، کسر میشن. خب حالا توان ها برابر چطور؟ بله، پایه ها تقسیم میشن. مثلا A به توان M تقسیم بر B به توان M حاصل برابر میشه با A بیوم. یا مثلا اینجوری میشه نوشت A تقسیم بر B کلا تو پرانتز به توان M. یا مثلا این شکلی. حواستون باشه این پرانتزا رو تا مخرج کسر بیارید پایینم، فقط بالا هست. این میشه تقسیم اعداد تواندار، قاعده کلیش. خب هم تو ضرب هم تو تقسیم حالتهایی پیش میاد نه پایه ها برابرن نه توان ها. چیکار باید بکنیم؟ یا باید سعی کنیم پایه ها رو برابر کنیم، توان ها رو برابر کنیم، یا اگه نشد چی؟ آفرین، دستمون رو وا میکنیم میزنیم تو سر خودمون. دقیقاً. حالا یه مورد دیگه، یه مورد عجیب اشتباه میکنن بچه ها. اگه هم پایه ها برابر باشه هم توان ها برابر باشه چیکار کنیم؟ آها، یکی از دو راه رو اجرا میکنیم. دیدم که میگم میکس زدن دانش آموزا.
یعنی که چی؟ پایه یکسان بوده، توانه یکسان بوده، هم توانه رو کم کرده هم پایه ها رو تقسیم کرده. نکنید از این کارا. حالا که توانها رو در قسمت تقسیم اعداد تواندار بر هم دیگه دوره کردیم، میخوایم یک سوال همیشگی این بچه ها رو پاسخ بدیم. مطمئنم بعضیاتون میدونید ولی این سوال چرا a به توان 0 برابر میشه با 1؟ اون شرطه هم یادمون نره ها، خود a 0 نباشه. چرا این اتفاق چرا میفته؟ اینو میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید بچه‌های عزیز، ما یه موضوعی رو میدونیم و اون اینه اگر یه عددی به خودش تقسیم بشه حاصل چند میشه؟ هر عددی به خودش تقسیم بشه حاصل میشه 1. مثلا ببینید اگر ما a به توان m رو تقسیم کنیم به a به توان m، خب حاصل چند میشه؟ چرا؟ چون یک عددی رو به خودش تقسیم کردیم، درسته؟ حالا از قاعده تقسیم، یعنی اینکه پایه ها برابرن استفاده کنیم، چی میشه؟ یکی از پایه ها رو بنویسیم، توانا از همدیگه کم بشن، درسته؟ خب اگر توانا از هم کم بشن m منهای m میشه چند؟ پس این میشه a به توان 0. آقا یک موضوع رو در ریاضیات، یک موضوع که این باشه در ریاضیات، از دو روش مختلف رفتیم. یه بار به این رسید، یه بار به این رسید. پس این دوتا با هم دیگه چی هن؟ یکسانه. پس a به توان 0 میشه 1. میرن 1 میمونه. بله اونجوری هم میشه بهش نگاه کرد. خب من سیوش کنم، شما یادداشتش کنید. خب ادامهشو دقت کنید بچه‌ها. خب من شروع کردم دیگه بچه، گوش کنید. گفته حاصل رو به صورت عددی تواندار بنویسید. این 6/10 و 3/5 با هم دیگه یکسانن دیگه، در واقع پایه های یکسانن که قیافه‌شون فرق کنه. پس حاصل اینو بخوایم به دست بیاریم میگیم که یکی از پایه ها رو مینویسیم، هیچ فرقی هم نمیکنه کدومش. من 3/5 رو مینویسم. توانا از هم کم میشن. 12 منهای 7 میشه چند؟ میشه 5. پس میشه 3/5 به توان 5. این یکی رو ریسک نمی کنیم، می نویسیمش. یکی از پایه ها رو بنویس، توانه رو از هم کم کن. میشه x منهای y منهای 2x به علاوه y به علاوه 1. حالا ساده میکنیم، مثبت y و منهای y میرن، x منهای 2x هم میشه منهای x به علاوه 1 هم که سر جای خودش. چی؟ خب یه منفی ضرب میشه دیگه، موقعی که کم میکنی منفی تو توان دومیه ضرب میشه، همشون رو قرینه میکنه. خب اینجا اول داخل پرانتز رو حساب میکنیم. پس حاصل این به دست میاد 3 به توان 17 رو فعلا دست نخورده میذارم، تقسیم رو میذارم. 3 به توان 5 ضرب در 3 به توان 8 میشه 3 به توان 5 به علاوه 13. خب حالا دوباره یکی از پایه ها رو مینویسیم، توانه از هم کم میشن. 3 به توان 17 منهای 13 میشه 4. به این صورت. اینجا 18 به توان 6 تقسیم بر 18 به توان 5 برابر میشه با، ببخشید 18 به توان 16. بله 18 به توان 16 منهای 5 11 ضرب داره. توی پرانتز 2 به توان 5 ضرب در 2 به توان 6 هم که میشه 2 به توان 11. حالا توانای یکسانه چیکار میکنیم؟ پایه ها تو هم ضرب میشن. 2 تا 18 تا 36 تا میشه 36 به توان 11. و آخری، آقا آخری من میتونم این 27 به توان 12 با این 54 به توان 12 هر دوتاشو گوش کن، هر دوتاشو به 27 به توان 12 تقسیم کنم. بالا 27 به توان 12 به خودش تقسیم بشه میشه چند؟ میشه 1. دیگه نمی نویسیمش چون ضربه. پایین 54 به توان 12 تقسیم بشه به 27 به توان 12 میشه 2 به توان 12. نگی 2 خالی ها.
در واقع چون توان یکسان بود پایه ها رو به هم تقسیم کردیم. اینجا بنویسم ببین 27 اینم 54 توانم 12. خب شد 1/2 یعنی یه 2 پایین باقی میمونه با توان 12 که ما اینو اینجوری می‌نویسیم 2 به توان 12 اینم که 4 به توان 12. حالا باز پایه ها متفاوت اما توان یکسانه. 4 تقسیم بر 2 میشه 2 میشه 2 به توان 12 و پاسخ به دست اومد. اینم که اضافی هست. این آخریه رو یه جور دیگه هم میشد گفت. در واقع شاید بیشتر از یک جور دیگه. ببینید یکی دیگه از حالتاشو من بگم. من میام برای اینکه در بالا عبارتی کاملا مشابه پایین ساخته بشه اون 4 به توان 12 رو می نویسم 2 به توان 12 ضرب در 2 به توان 12. خب اون 4 به توان 12 این شکلی کردیم. بعد اون 27 به توان 12 رو میذاریم باشه. توی مخرجم 54 به توان 12 باشه. حالا این دوتا با هم دیگه میشن چی؟ ببین توانای یکسان پایه ها رو تو هم ضرب میکنیم. حاصلش میشه چی؟ اصلی نیومده حسین. چون بله 54 به توان 12 چون توان یکسان بود پایه ها رو تو هم ضرب کرد. آقا حالا این 54 به توان 12 و این 54 به توان 12 رو ساده میکنیم 2 به توان 12 باقی میمونه. این هم یه روش دیگه. بازم میشه حالت دیگه. بله حالت دیگه هم باز میشه. حالت دیگه اینه که مثلا تو همین اول صورتش 12 ها رو یکسان که میگیریم توان یکسان پایه ها رو تو هم ضرب کنیم میشه 27 ضرب در 4 میشه 108 به توان 12 پایینم 54 به توان 12 دوباره توان یکسان پایه ها تقسیم میشن باز میشه 2 به توان 12 همون میشه. خب. نه فرق نمیکنه. برم اسلاید بعدی. خب این بچه‌ها سوال بسیار مهمیه. براش جا به اندازه کافی بذارید. یکم بهش فکر کنید. یه خط در میون بنویسید خوبه. یکم بهش فکر کنید. اولیه رو راهکار بدید ببینم. آفرین. 3 تا 3 به توان 32 که برابر میشه با 3 به توان 33. بچه‌ها یه چیزی در واقع انگار ما این 3 به توان 32 رو اسمشو گذاشتیم سیب. نگاه کن این انگار سیبه. پس الان 3 تا سیب داریم. از تجربیاتتون لطفا اینجا ارائه ندید. خب خوبه اینجا باشید. پس ببینید آقایون جدی باشید. این روشی که گفتیم الان روشیه که توی حالتهای بعدی هم خیلی باهاش کار داریم. یعنی یه چیز ثابت رو یه اسمی روش میذاریم بعد تعدادش رو با هم جمع و تفریق میکنیم. حالا ببینید الان اینجا نگاه کنید 2 به توان 17 منهای 2 به توان 16. اینو میخوام به 2 روش حل کنم. به 2 روش. روش اول آقا میام در وجود جفتشون یه چیز یکسان درست میکنم. خب مسلما توی 2 به توان 17 ما 2 به توان 16 رو داریم. خب 2 به توان 17 در واقع میشه 2 ضرب در 2 به توان 16 منهای 2 به توان 16. خب تا اینجا سوالی نیست؟ چیکار کردیم؟ مشکلی نیست؟ خب بخش بعدیشو باید چیکار کنیم؟ آقا 2 به توان 16 رو اسمشو میذارم مثلا x. خب 2 به توان 16 میذاریم x. الان این 2 تا x اینم یه دونه x. از 2x یه x کم کنیم چی میمونه؟ 1x میمونه دیگه. پس میشه 2 به توان 16. این یه راهکار. راه دیگه فاکتور گیری. فصل 4 خوندید. از چیزی که وجود داره تو هر جفتشون میگفتیم چی؟ از ب میم میم باید بگیریم پایه مشترک با توان کمتر. خب با رنگ سرخابی اجرا کنیم. از یه 2 به توان 16 فاکتور میگیرم
اولی که 2 به توان 17 هست تقسیم بر 2 به توان 16 بشه میشه چی؟ میشه 2. بعدی این منها رو میذاریم، 2 به توان 16 تقسیم بر 2 به توان 16 میشه 1. خب تو پرانتز 2 منهای 1 میشه چند؟ میشه 1. 1 ضرب در 2 به توان 16 میشه 2 به توان 16. اینم یه نگاه دیگه. پس 2 روش مختلف اجرا کردیم. حالا از همین استفاده میکنم اینجا. آقایون اینجا در سومی 13 ضرب در 5 به توان 10 به علاوه 12 ضرب در 5 به توان 10. من 5 به توان 10 و اسمشو میذارم سیب. پس اولی 13 تا سیبه به علاوه دومی هم 12 تا سیبه. 13 تا سیب به علاوه 12 تا سیب چی میشه؟ میشه 25 تا سیب. خب یعنی میشه 25 تا سیب که 5 به توان 10 بوده. خب حالا 25 خودش تجزیه کنیم میشه 5 به توان 2. 5 به توان 2 ضرب در 5 به توان 10 حاصل به دست میاد 5 به توان 12 به دست اومد. آقا اینو از فاکتورگیری هم میشه حل کرد؟ بله از فاکتورگیری هم میشه حل کرد. از فاکتورگیریشو اینجا می نویسم. چیزی که مشترکه تو جفتشون چیه؟ نه 12 نه. چرا؟ چون همشون به 12 تقسیم پذیر نیستن. فقط 5 به توان 10 باید تقسیم پذیر باشن. 5 به توان 10 رو به عنوان عامل فاکتور استفاده میکنیم. از اولیه باقی میمونه 13، از دومیه باقی میمونه 12. حالا 13 به علاوه 12 میشه 25. از اینجا بعدش دیگه همون راهکار قبلیه. حالا این یکی، اینم باز همون تکنیک رو استفاده میکنیم. 4 به توان 13 که تو هر 4 تاش وجود داره رو اسمش رو در نظر میگیریم پرتقال. 20 تا پرتقال منهای 11 تا منهای 8 تا به علاوه 3 تا. 20 منهای 11 میشه چند؟ 9. 9 منهای 8 1 به علاوه 3 یعنی حاصل این برابر میشه با 4 تا 4 به توان 13. 4 تا 4 به توان 13 میشه چی؟ 4 به توان 14 که یا 2 به توان 28 که پاسخ اینم به دست اومد. خب ادامه مبحث توان همون فصل هفتم پایه هشتم. این بار در کلاس 8-4 هستیم از علامه طباطبایی. خب بسیار عالی. این آقا پسرهایی که میبینید در سال تحصیلی 1400 و 1403 در خدمتشون هستیم. خب ادامه بدیم کارمونو. مرسی بچه‌ها. توان منفی. حالا خواهش میکنم تمرکزتون اینجا باشه، با هم دیگه توان منفی رو بفهمید. توان منفی رو قبل از اینکه به طور دقیق توضیح بدم عمل کردش و اینها رو، کاری که میخوام بکنم با یه مثال بهتون نشون بدم کی باهاش مواجه میشیم. ببینید ما اینجا داریم 7 به توان 3 تقسیم بر 7 به توان 4. اینو به دو حالت مختلف میخوایم بررسی کنیم با هم. خب یکی از حالتها چیه؟ یکی از حالتها اینه که گفتیم چون پایه ها برابره چیکار کنیم؟ توان رو کم کنیم. یعنی میشه 7 به توان 3 منهای 4. آقا اینجا دیدم دانش آموز میاد میگه که 3 که منهای 4 کنیم توان منفی میشه، نمیشه بریم 4 رو منهای 3 کنیم. نه دیگه قاعده همونه، بالاییه داره به پایینیه تقسیم میشه. پس باید 3 به 4 تفریقه بین 3 و 4 اتفاق بیفته 3 منهای 4 بشه. خب پس حاصل میشه چی؟ 7 به توان منفی. اینو داشته باشیم. حالا از سمت چپ یه جور دیگه ادامه بدیم. بچه‌ها توان رو تعریف کنیم. 7 به توان 3 قبول دارید 3 تا دونه 7 که دارن تو هم ضرب میشن. خب این از این. 7 به توان 4 چطور؟ 4 تا دونه 7 دیگه، یعنی 7 7 7 و 7. خب ساده میکنیم. حالا چیزایی که میشه رو با هم ساده میکنیم. این 7 رو با این 7 میزنیم. این 7 هم با این 7. 7 آخر در بالا رو هم با این 7 ساده میکنیم. چیزی که در بالا باقی میمونه چنده؟ بالا 1 دیگه. پایین چی؟ آقایون بازم یک عبارتی که با رنگ قرمز نوشته بودیم اونجا رو از دو روش مختلف تو ریاضیات رفتیم، هر دو روش هم درسته، به 2 تا چیز مختلف رسیدیم. پس از اینجا میتونیم نتیجه گیری کنیم که این 1/7 همون 7 به توان منفی 1. اینو به خاطر بسپاریم فعلا.
پس چی شد؟ اگر یک عددی داره با زبون بی زبانی بهمون اینو میگه، اگر یک عددی به توان منفی یک برسه حاصل برابر میشه با چی؟ معکوس اون عدد. پس اینو بنویسیم. اگر نه دیگه، چرا معکوس توانش؟ معکوس پایش. بذار بنویسیم اینو. اگر عددی به توان منفی یک برسد حاصل برابر معکوس آن عدد می شود. حاصل برابر معکوس عدد میشه. خب ما اینجا با 7 مثال زدیم. مثلا اگر داشته باشیم b به توان منفی یک هم بچه حاصل میشه 1 بیوم. خب پس مثلا یک هستی مثل 3/4 رو داشته باشم به توان منفی یک برسه میشه 4/3. خب حالا اینو نگاه کنید. 2/10 به توان منفی یک برابر میشه با 5. آها، چرا؟ چون 2/10 رو میتونیم بنویسیم 2/10 به توان منفی یک که این حاصل برابر میشه با چی؟ 10 به توان یک دیگه، یعنی 10 که حاصلش هم میشه 5. 7 به توان 7 نه اصلا 6 به توان 4. بله. پس 6 به توان 9. خب این چی؟ میرسیم. یعنی توانهایی که دیگه منهای یک نباشن، مثلا منهای 3 منهای 4 میرسیمش. بله. توان اعشاری هم داریم ولی توان اعشاری ایشالله 9. ایشالله سال 9 میبینید توان اعشاری رو. خب حالا همین سوالی که بچه ها میپرسن، آقا اومدیم و توان به جا منفی یک بود، مثلا -2 -3 -4، خلاصه عددهای دیگری غیر از یک باشه، غیر از منفی یک باشه. بریم مثال بزنیم. مثلا 4 به توان -3. آقا 4 به توان -3 چی کار میکنیم؟ 4 رو بر میداریم به عنوان پایه، معکوسش میکنید. معکوسش میشه چی؟ توان 3 هم میارید اینجا. پس میتونیم بگیم که اگر، یه نکته دیگه است که خیلی مهمه، اگر پایه معکوس شود توان قرینه می شود. اگر پایه معکوس شود توان قرینه می شود. مثال دیگه، مثلا دارم 7/5 به توان -13 یا اصلا میخوام عبارتی مثل 1.5 رو 1.5 به توان 4 رو با توان منفی بنویسم. به دست آوردنش همیشه نیاز نداریم حاصلش رو به دست بیاریم. الان اینو نگاه کنید، اینو بخوایم توانش مثبت بشه می نویسیمش چی؟ 5/7 درسته؟ به توان 13. خب مسلما کسی از ما نمیخواد 5/7 به توان 13 برسونیم حاصل به دست بیاریم دیگه، همینجا کافیه. اینو اگه بخوایم با توان منفی بنویسیم، یا درسته همه اینو که دارید میگید درسته، من دوست دارم 1.5 رو اول بنویسم 3/2. این 3/2 به توان 4. نه هنوز معکوسش نکردیم، هنوز توانش مثبت. فعلا فقط 1.5 رو با قیافه متفاوت نوشتیم. الان شد. بله، محفوظی از همون اولش گفت 2/3 به توان -4. گفتم میخوایم توانش رو منفی کنیم.
طبق این نکته‌ای که گفتیم دیگه، اگر پایه معکوس شود توان قرینه می شود.